اخبار کوتاه، دقیق و مهم روز سه‌شنبه. امارت اسلامی افغانستان در خبرنامه‌ای که به مناسبت ششم جدی منتشر کرده بود یک بار دیگر این تهاجم را محکوم کرد و از مردم می‌خواهد که همیشه آماده باشند تا از آزادی سرزمین خود محافظت نماید و اجازه ندهد که هیچ کس بر ارزش‌های کشور و دستایس شوم را علیه ملت عملی نماید. از سوی شاروالی کابل پروگرام آگاهی آمد در مورد فرهنگ شهری در ناحیه ششم برگزار شد. از اول ماه قوس سال 1401 هجری شمسی تا پایان آن ماه 473744 متریک تن انتقالات از طریق خطوط آهن افغانستان صورت گرفته است. در ولسوالی برمل ولایت پکتیکا 38 خانه معیاری برای آسیب دیدگان زلزله به بهره برداری سپرده شد. میان اداره ملی استاندارد و فابریکه‌های ذوب آهن افغانستان جلسه صورت گرفت. 7 کودک که به بیماری قلبی مبتلا بودند برای عملیات و درمان توسط هلال احمر افغانی به شفاخانه حاجی امیرزاده که در پایتخت کابل موقعیت دارد معرفی گردیدند. قماندانی امنیه کابل میگوید منسوبین حوزه ششم 4 تن سارق را دستگیر کردند. این مجرمین یک اراده موتر را از منطقه دی افغانان شهر کابل ربوده بود که بعد از اطلاع به نیروهای امنیتی در نتیجه چند روز تلاش این مجرمین با موتر ربوده شده دستگیر شدند. معاونیت اقتصادی ریاست الوزراء میگوید امارت اسلامی افغانستان در حمایت از سکتور خصوصی گام‌های عملی برداشته است و در این راستا تلاش‌ها ادامه دارد. مولوی عبداللطیف منصور سرپرست وزارت انرژی و آب به منظور تقویت همکاری‌های مشترک با آقای فرید احمد شیرزاد رئیس اجرایی عزیزی بانک دیدار نمود. ستره محکمه میگوید در ولایت لغمان به 6 تن مجرمین جزای تعزیری تطبیق گردید.